هر کسی که در تجربه زندگی در کتاب‌های خوانده‌مون می‌بینیم، هر کسی که از روزگار بیشتر می‌نالد، همون قدر فقیرتر است، نادارتر است و با اصطلاحی و بگیم روزگار سیاه‌تر و تاریک‌تر است. هر کسی صبر و تحمل دارد، شکرانه می‌کند پیش پروردگار یا از انسانیت شکرانه می‌کند، این همیشه زندگیش نورانی است و هیچ وقت دست کم و سر خم را نمی‌بیند. برای مثال ماهی‌های از بدرگاه پروردگار از تلاطم دریا نالیدند. گفتند ای پروردگار، ما از تو تمنا داریم که همین تلاطم دریا را از بین ببر. این شرشره و بسنگ برخوردن آب و تلاطم دریا این از بین برود. گفت که خواسته من، اراده من همین است که شما ایمن باشید، آرام باشید. گفت ما از تو التجا داریم ای پروردگار، تلاطم دریا را از بین ببر. یعنی با همون تلاطم راضی نبودند. صبر و تحمل و بردبار نبودند. شکرانه نکردند که تلاطم هست، آب هست. از روی بی‌صبری و بی‌تحملی و به درگاه پروردگار نالیدند که پروردگار همین تلاطم دریا را از ما ببردار، دریا را سکون و آرام کن. پروردگار مطابق خواهش خودشان دریا را آرام کرد. انبوه صیادان هجوم کردند، ماهی را از بین بردند. گفتن یکی دو زنده ماند، گفت آخی خواست ما این نبود. گفت خواست شما همین بود. شما از زندگی روزمره‌تان شکر نکردین. من برای اون تلاطم آفریدم که در حوادث گوناگون زندگی این تلاطم باشه، شما باشید. اما امروز به قدر این نرسیدید، شکر که نکردید، اکنون حیات فانی شد. انسان امروزه خواه شاه باشد، خواه گدا، خواه سرورمند، خواه فقیر، خواه بیمار، خواه سالم، هیچ کسی گفتم که در دو دروازه میاد بزانو میزند، یکی دروازه مرگ از دیگر دروازه پروردگار. خوشحال و سعادتمند و خوشبخت کسی است که همیشه شکرگزار باشد. خداوند امتحان میکند لیکن خار نمیکند. خدا با بیماری امتحان میکند، اجر و پاداش دارد، رحمت مغفرت دارد. خدای بیمار گناهاش مغفرت میشود، دعاش پیش پروردگار مستجاب میشود. دست به کلفت زدن یا طغیان برداشتن یا تیغ سر کسی برداشتن این جوانمردی نیست. مادامی که ما خدا داریم، مشکل کشا پروردگار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت هیچ وقت نگو که من مشکلات زیاد دارم، تو بگو که من پروردگار بزرگ دارم که مشکل کشا است.